چرا ما خیلی اوقات عذاب میکشیم تو زندگیمون، سختی میکشیم، اذیت میشیم، ناآرامیم، بیقراریم، استرس داریم، مدام به دنبال یک چیز دیگه‌ای میگردیم که ما رو آروم بکنه، مدام در حال تنش داشتن هستیم و فکر میکنیم که حتما یک چیزی باید باشه تا ما آروم بشیم. علت اصلیش اینه که ما درون خودمون رو، گنج درون خودمون رو فراموش کردیم. ما داریم گدایی میکنیم در واقع عشق رو، آرامش رو، امنیت رو از بیرون، از انسانهای دیگه، از وسایل، از ابزار اینا رو درخواست میکنیم و فراموش کردیم که گنجی در درون خودمون هست که این گنج بیپایانه. فراموش کردیم که اون چرا که از بیرون طلب میکنیم و درخواست میکنیم و میخوایم که بهش برسیم در درون خودمونه. اون گنج در درون خودمونه، اون امنیت، عشق، آرامش، اعتماد در درون خودمونه و تا این رو کشف نکنیم و تا به درون خودمون رجوع نکنیم، این رو پیدا نکنیم، سرگردانیم، گمگشته میشیم در هستی، بیقراریم، آرامش نداریم، سکون نداریم. بودن انسان‌هایی که این رو در درون خودشون کشف کردن و متوجه این شدن که شادی واقعی، آرامش واقعی در درون خودشونه و چیزی نیست که بخوان از بیرون طلبش بکنن، چیزی نیست که از بیرون بخوان بهش برسن. و این گنج بی پایان در درون خودمونه. آیا بیداری، روشن شدگی برای عده‌ای از آدم‌ها اتفاق میفته؟ نه. بیداری میتونه برای هر انسانی اتفاق بیفته و همه میتونن بیدار بشن. چرا؟ چون انسان قدرت اختیار داره. به واسطه قدرت اختیاری که داره، هر انسانی اختیار خودش و اختیار زندگیش رو میتونه به دست خودش بگیره و بیداری مختص یه عده آدمای خاصی نیست. همه انسان ها میتونن به بیداری برسن، همه انسان ها میتونن به سمت کمال و روشن شدگی حرکت بکنن. فقط باید این رو به این باور برسیم. حتی پیروان بودا هنوز هم اعتقادشون بر اینه که بیداری فقط مختص بودا بود. خیلی ها اعتقادشون بر اینه که بیداری فقط مختص یه سری عده‌ای از آدم ها بود. نه، اینجور نیست، این شکل نیست. این طرز تفکر و این طرز نگرش صحیح نیست. هر انسانی میتونه بیدار بشه، هر انسانی میتونه در مسیر بیداری قرار بگیره. البته بیداری یک چیزی نیست، یه نقطه‌ای نیست که ما بگیم ما بهش رسیدیم من دیگه بیدار شدم. نه، یک مسیره، یک شروع آگاه زیستن، حضور داشتن که در ادامه بهش میپردازیم. و اگه ما بیدار بشیم در درون، اون آگاهی واقعی که هستیم که بیدار بشیم،
هوشیار بشیم و آگاه زندگی بکنیم، پایان درد و رنج اینجا اتفاق میفته. از درد و رنج رها میشیم، درد و رنج رو کنار میذاریم، ازش عبور میکنیم. ذهن ابزار بسیار مناسبیه. تمام تأسیسات، اختراعات بشر تا به اکنون توسط این ذهن خلاق انسان بوده. چون خب ذهن بخش‌های مختلفی داره که در آینده بهش اشاره میکنیم در جلسات بعدی. ولی این ابزار اگر درست ازش استفاده بشه میتونه به ما کمک بکنه، میتونه ما رو رشد بده، میتونه ما رو تعالی بده. ولی اگر همین ابزار که ذهن هست درست ازش استفاده نشه و درست به کار گرفته نشه، باعث نابودی ما میشه، باعث خسارت زدن به ما، خسران میشه. همون ذهنی که من میتونستم ازش استفاده بکنم به عنوان ابزار، اگر بیدار نباشم و آگاه نباشم، اون ذهن اختیار زندگی من و خود من رو به دست خودش میگیره و من رو دچار آسیب میکنه، من رو دچار آزار میکنه، باعث درد و رنج برای من میشه، باعث آسیب زدن به من میشه. و مشکل اینجاست که ما با ذهنمون یکی انگاری میکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهات بشر یکی دانستن خودش با فکره. یعنی فرض کنه که من این افکار هستم، من این فکرهایی که درون سرم هستم. و متاسفانه این برای بشر امروزی عادی شده. این ذهنی که این مدام فکر تولید میکنه و این رنجی که ما توسط یکی انگاشتن خودمون با فکر برای ما ایجاد میکنه متاسفانه عادی شده. و خیلی اوقات اعتیاد به فکر کردن پیدا کردیم، اعتیاد به این که من دائما باید فکر بکنم. از صبح که از خواب بلند میشیم تا آخر شب مدام یکی شدیم با افکارمون، با ذهنمون و این برای ما درد ایجاد میکنه، این برای ما رنج ایجاد میکنه و نمیذاره ما بیدار بشیم، نمیذاره ما آگاه بشیم. و وقتی ما این اتفاق برای ما بیفته، مدام در حال فکر کردن باشیم، از یگانگی با جهان دور میشیم، از یکی شدن با خدا دور میشیم، از یکی شدن با خودمون دور میشیم، از یکی شدن با هستی دور میشیم و ما رو دور میکنه از خودمون. چون مدام در حال فکر کردن، رویا پردازی، تفکر و رفتن به گذشته و آینده است. و اگه بتونیم این رو متوجه بشیم که ما افکارمون نیستیم، ما اون فکرهایی که درون سرمون میاد و میره ما اونا نیستیم،
یکی میشیم با طبیعت، یکی میشیم با خداوند، یکی میشیم با خودمون، یکی میشیم با دیگران، یکی میشیم با هر آنچه که در هستی هست. اگر با ذهن و فکرها خودمون رو یکی بپنداریم، دور میشیم از یگانگی و یکی شدن، دور میشیم. و اگر خودمون رو این افکار نپنداریم، یکی میشیم. اون وقت زندگی برامون معنا پیدا میکنه، زندگی برامون مفهوم پیدا میکنه و آغاز رهایی از ذهن زمانیه که ما شروع کنیم به گوش کردن به صدای درون سرمون، نگاه کردن به صدای درون سرمون. که اینم یک راههایی و یک روشهایی داره. در جلسه بعدی این رو خدمتتون عرض میکنم که به چه شکل میشه از بند ذهن رها شد، از اسارت ذهن رها شد، از یکی شدن با ذهن رها شد. همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.